یک چیز ما فکر نمیکنیم، روح ایجون فرق نمیکنیم. کمبودی اساسی ما همی هایی که روح ایجون فرق نمیکنیم. غیر آن جانی که در گاو و خر است، آدمی رو روح جان دیگر است. او حضرت ملک الموت قابض ارواح های، روح قبض میکنه. این جان رنگی نمی توک های، الکتریسکی توک. این دیده بسیده که کشتی مرد تمام. آنمی جان نمی خیلی. دل کار کرده است، خون هر ستیله کرده است، بدن کار میکنه. اما روح دیگه های. روح رنگی فلش در تلفن جداگونه های. روح اول در بدن آدم نیست. وقتی در شکم مادر 120 روزه شد، بعد به امر پروردگار هم روح دمیده میشه در بدن. میفهمید؟ امام غزالی همین را چی میکنه؟ میگه که هم مردم اصلا بگیریم این بدن یک چرپای سواری برای هم روح های. اصل انسان روح های. همه همین حیثیاتی که داریم کو، حیثیاتی بویدن، دیدن، چشیدن، شنیدن، قپیدن، همه همیو خدمت روح هم میکنن. همین 5 کانال اینفورماسیون را جمع میکنیم روح بوی میگردونیم. دیده آدم میبره بدنش میپوسه، نه که روح نمیبره، او روح هست. انا ملک الموت قابض ارواح روح ها را قبض میکنه. روح در کی میشوه؟ از مخلوقات خدا. روح در ملائکه میشوه. ملائکه اصلا روحانی های. روح انا در جن ها میشوه و در انسان ها. یه دیگه گاو و خر این حیوان ها ندارن یا روح ندارن. همون جان نه فقط در حیوان ها، در رستنی ها هم هست. همون جان داره که سبز میشوه و میوه میته و میده و هم نیستی؟ اگر همون که نباشه خشک میشود، هزه میشود میروه. همه همین نباتات، حیوانات همه جان دارن. جان قبض نمیشود. جان مهلت که اومد میبریم میروه. اما روح قبض میشود. روح به عالم ارواح میروه. یا هم دیگر فرق میکنن. همین یک خدا حفظ کنه. از آنجا با یک سوال دیگه یک برادر پرسید، و یک چند حیوانی که داخل جنت میشه و همین درسته؟ با مانند سگ اصحاب کهف، با مانند اشتری نبی رسول صلی الله علیه و سلم، با مانند مقصد گوسفند حضرت ابراهیم خلیل. ابراهیم خلیل همین نورا پرسیدن. انا چند حیوانی که در جنت مقصد داخل میشه. بعضی حیوانایی هستن که روخل داخل جنت میشن. اما این مسئله هم سگ اصحاب کهف که گفته جای خلاف نداره. سگ اصحاب کهف روز چند پای مردم گرفته، مردم شد. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. انا نه که این مسئله. بعد شتر صالح علیه السلام اصلا خداوند خلقش کرده بود برای هم مردم هم مقصد او را میدروید. خشخوری مقصد کبشی حضرت ابراهیم خلیل، او مقصد که ذبیحه و ایوازی حضرت اسماعیل های. بعضی چیزهای دیگر هم در نمیجا خوش کرده گیان. حتی دلدلی محمد صلی الله علیه و سلم هم خوش کرده گیان. اولی در 1001 شب یک قصه کنیز بی‌نظیر، همون در وقت بحثش یک کنیزک بود است بسیار مسود. از جمله همین طریق سوالش میتونن که حیوانایی که داخل جنت میروند کدام و یک نمبر میکنه. در ضمن دلدل محمد صلی الله علیه و سلم میگه اگه بعضیش جنتی ان انشالله جنت میروند، بعضی دیگر شب بعدا مردم گرفتن در قطار یا کش کردن. والله اعلم، خدا خودش داناست. اگه مقصد که او سگ اصحاب کهف قصهش در قرآن اومده است، همه شنیده میدونه. خب شتری حضرت صالح در قرآن اومده گیه، همین سوره و شمسی و زحاده اومده گیه. قشقوری حضرت ابراهیم خلیل در قرآن اومده گیه. ذبح عظیم میگن فرشته در قبال حضرت اسماعیل علیه السلام، ذبح عظیم. خب بعضی ها خری حضرت عیسی را میدونن اینجا، آنها در قرآن است. اینا دلدل محمد صلی الله علیه و سلم میدوزن، اینا در قرآن است. دلدل اصلا خشیره. ما مایده بودیم، خدا رحمت کنه مسافری پدرمون دلدل میگفت اسب نبود است، خشیر بود است. ایران مقوقیس
حاکم مصر وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم مکتوب می‌نویسه و به اسلام دعوتش میکنه آدمی با عقل‌تر که دیگه است دعوا و جنجال نمیکنه و در عوض برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چند هدیه میفرسته از جمله یک خچیر میفرسته با نام دلدل حضرت خودش را نام کرده دلدل خچیر سفیدی سربریستی بوده نقره رنگ انا حضرت در بالای همون سواری را دوست می‌داشت بسیار سوارش میشید بعد که رسول الله صلی الله علیه و سلم عالم فانی را بدرود گفت به عالم باقی رفت خچیر در دست حضرت علی افتید این میراث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای گفته دیگه او خچیر سوار نمیشین حضرت علی نگهبینش میکرد خدمتش میکرد میگه بسیار خوب نگهبینش میکرد وقتی که سالهای طولانی در دست حضرت علی به دست آورد تصور کنید که 2 سال و 3 ماه خلافت حضرت ابوبکر صدیق 10 سال خلافت حضرت عمر 12 سال خلافت حضرت عثمان علاقه خودش 24 25 با انا قریب 5 سال خلافت خودش همین خچیر در دست شده است دیگه مسافت شده ای پیری بد شده پیری فرتود وقتی که حضرت علی به شهادت رسید همین دلدله پسر عمک حضرت علی عبدالله ابن جعفر گرفت میراث پیغمبر ای گفته محبت مسلمانان را ببینه همین میگه دیگه خچیر کور شده بود راه گشته نمیتونست است همین عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنهما ثروتمندترین مردی همون عصر زمان بود بایترین بود به نهایت بای بود است اگه تصور کنه که از فرق محبت در درون اوغرک این همی بادام و چهارمغز و همین را میکتیده است مایده میکرده است کفی دستش قدی همون خچیر هم میخوانده است در دستی حضرت عبدالله ابن جعفر همون خچیر مرد شاید همی خاطر باشه ایو هم گرفتیان در حیوانات جنتی داخل کردیان در صورتی که ایو نیستن نه که به هر وجه صورت مقصد که انا چیزی که بناسی صریح شرعی ثابت نباشه ما هیچی گفته نمیتونیم و نورا و هدى و رحمه پروردگارا ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت را ثواب این نعتهایی را که قاری و الحال با 1000 سوز و گداز سرودند ثواب امر به معروف و نهی از منکر که الحمدلله در این محفل سنتی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار گردید ثواب این نان و طعام ها که اهل این منزل به خاطر خشنودی و رضای الله به خاطر احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده کرده‌اند اولا به درگاه بی‌نیازت بپذیر بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبرانت خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگار و روح آن حضرت را از امتی که وقتی خداوند صاحب فرزند شو میکنند به شکرگزاری نعمت الله به سپاس از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم محفل عقیقش برگزار می‌سازند شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان و فردا روز قیامت از شفاعت آن حضرت بابای امردین تفلک خوشبخت جان برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند با نصیب گردان بعدا برسان به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات جمیع روح ارواحی که از صاحبای منزل امید دعا دارند خاصتا به روح مرحوم خوشبخت جان برادر امردین انشالله به خاطر احیای نام برادرش نام فرزند خوشبخت مانده است خداوند خوشبختی واقعیش گردان پروردگار طرز بزرگش کن که دیگر همو غم و اندوه و مصیبت از قلب بیبیش دور بگردان شادی و نشاط پدر خانواده بگرده فرزند خوب صالح عالم قاری و محب به کمالش برسان پروردگار و فیض برکات خیرات خیش را هرگز از این منزل از این محفل از این محله از این دیار از خاندان برادرای دست به دعا برداشته من قطع نگردم ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک